So, hi. This study is about uh, the one day of Jesus's crucifixion, and then 3 days later his resurrection. اه، چیزی که میخوایم امروز در موردش صحبت کنیم روز بعد از به صلیب کشیده شدن عیسی و بعد از اون هست و در واقع برخاست رستاخیز او هست. So, in the last study, we ended up with Jesus being arrested in the Garden of Gethsemane. جلسه قبل راجع به این صحبت کردیم که عیسی در باغ گتسیمانی دستگیر شد. So they had a last meal together somewhere in Jerusalem. که اونها با هم شام آخر رو خوردن در اورشلیم And then they walked across Jerusalem to the Garden of Gethsemane. و بعد با هم قدم زنان به باغ گتسیمانی رفتند And there Jesus was arrested. و اونجا عیسی دستگیر شد. So what we need to do now is to go on and see what happens after Jesus is arrested. پس حالا میخوایم راجع به این صحبت کنیم که بعد از اینکه عیسی دستگیر شد چه اتفاقی افتاد. So let's go to the Gospel of Matthew and chapter 26. میخوایم بریم به متی باب 26. If you could read verses 55 and 56, please. شو. پس متی باب 26 آیه 55 و 56. در آن وقت خطاب به آن جماعت گفت: مگر من راهزنم که با چماق و شمشیر به گرفتنم آمده اید؟ من هر روز در معبد می نشستم و تعلیم می دادم و مرا نگرفتید. اما این همه رخ داد تا پیشگویی های پیامبران تحقق یابد. Okay. آمین. Right. So Jesus has been arrested by a large number of people. It calls it a crowd here. عیسی توسط یک گروه بزرگی از افرادی که به دنبالش اومده بودن دستگیر شد And Jesus' disciples who were with him all ran away. و تمام همراهان عیسی دوستانش مجبور شدن که فرار کنند And you can see from other passages that they didn't all go to the same place. و توی در واقع روایت های دیگه ای اومده که همشون به یک جا فرار نکردن و در واقع پخش شدند Because later on, Thomas wasn't with the rest of the disciples. چون که بعدا مشخص شد که توماس با بقیه افراد نبود و بقیه دوستان و گروه نبود. He seems to have left Jerusalem completely. Uh, 8 of the disciples seemed to gather together later on. و به نظر میرسه که کلا از اورشلیم خارج شده بود توماس، ولی باقی در واقع همراهان عیسی پیش هم جمع شدن بعد از یک مدت. Jesus is taken away to the high priest's palace. و بعد از اینکه عیسی دستگیر شد به در واقع به قصر و پیش کاهن اعظم برده شد. So this is in verse 57, if you could read that. وقتی که به پیش کاهن اعظم رفته شد در آیه 26 هست. آیه 57. آنها که عیسی را گرفتار کرده بودند او را نزد قیافا کاهن اعظم بردند. آمین. So they're taking Jesus away to the high priest's house. پس عیسی رو به در واقع کاخ کاهن اعظم میبرند. Now, I marked that on the map. It's not necessarily the right place, but it's in an area of the town which had several houses that belonged to priests. و همطور که توی نقشه داری میبینید اونجا علامت زده شده نوشته کاخ کشیش اعظم که حالا دقیقا ممکنه دقیقا مرکز شهر نبوده اما خب حدودا And در اون قسمت. two of the disciples follow Jesus. دو تا از همراهان عیسی اونو تعقیب کردند. So these are Peter and John, and they follow along in the dark behind the people who arrested Jesus, and they also come to the high priest's house. پیتر، پتروس و جان هم در واقع که داشتن عیسی رو دنبال میکردن وقتی که دستگیر شده بود و اونها هم با عیسی به خانه در واقع کشیش اعظم رفتند. So it mentions Peter in verse 58.
که این نکته که پتروس همونجا بوده در آیه 58 اومده. Shall I read it? You can if you like, yes. اما پتروس دورا دور از پی عیسی رفت تا به حیاط خانه کاهن اعظم رسید. پس داخل شد و با نگهبانان بنشست تا سرانجام کار را ببیند. آمین. The fact that John was with him is mentioned in the Gospel of John. و این نکته که در واقع جان هم همراهشون بوده در انجیل خود جان اومده. And the interesting thing is that John was known in the high priest's house. و در واقع این نکته رو اینجوری میتونیم در واقع بهش اشاره کنیم که جان یا همون یوحنا کشیش اعظم یوحنا رو میشناخته. One suspects that he had helped to sell fish to them. و به این دلیل بوده که در واقع یوحنا ماهی میفروخته به کاهن اعظم. Yes, remember John's father ran a fishing business, had several boats, and they fished in the Sea of Galilee. به خاطر اینکه پدر یوحنا یک بیزنس ماهی فروشی داشته و خب یوحنا هم همین کار رو انجام میداده و یکی از مشتریهاش کشیش اعظم بوده. پس اینطوری بوده که همدیگر رو میشناختند. And salted fish from that area was a delicacy. It was sold throughout the Roman Empire. و در واقع حالا ماهی دودی که توی اون منطقه میفروختن در واقع وجود داشته در تمام قلمرو امپراتوری روم فروخته می شده. And it looks as though John went to Jerusalem from time to time and sold this particularly special fish. It was pickled that they people in Jerusalem would eat along with all sorts of other places. و یوحنا اغلب به اورشلیم میرفته و این ماهی دودی هایی که در واقع داشتن رو به آدمای اونجا میفروخته که یکیشون هم همون کشیش اعظم بوده. And in fact, it seems that John's family had some kind of small house in Jerusalem where they could stay when they were visiting Jerusalem for trade. و خانواده یوحنا با اینکه توی اورشلیم زندگی نمی‌کردن اما به خاطر کار و بیزنسشون اونجا زیاد میرفتن یه خونه کوچیک هم اونجا داشتن که هر وقت که یوحنا به اورشلیم میرفته میتونسته اونجا بمونه. Anyway, what happens next is Jesus is being held in the high priest's house, and they start to ask questions and try to put together a case against him. خب حالا اگر به داستان اصلی برگردیم تا اینجا گفتیم که عده زیادی از سربازا اومدن عیسی رو دستگیر کردن به کاخ کشیش اعظم بردن و الان شروع میکنن ازش در واقع سوال کردن تا بتونن یک در واقع چطور میشه گفت یک متهمش کنن به یک چیزی. So if you read out of Matthew 26 verses 59 and 60. متی باب 26 آیه 59 و 60. سران کاهنان و تمامی اهالی شورا در پی یافتن شهادت دروغ علیه عیسی بودند تا او را بکشند، اما هرچند شاهدان دروغین بسیاری پیش آمدند چنین چیزی اتفاق نیفتاد. آمین. So they are getting witnesses and they're trying to persuade them to say that Jesus had done something that would get him put to death. دارن سعی میکنن که شاهدانی رو پیدا کنن که بیان بر علیه عیسی به دروغ شهادت بدن که بتونن عیسی رو به مرگ در واقع محکوم کنند، ولی موفق نشدند. But in reality they can't make a case. The witnesses don't agree with one another. اما در حقیقت در دادگاه نمیتونن این کار رو بکنن چون حرفایی که شاهدا میزنن با هم جور در نمیاد. But finally they manage to get something that they can use to have Jesus killed. اما در نهایت تونستن در واقع اون مدرکی که دنبالش بودن رو پیدا کنن تا بتونن با در واقع استناد به اون عیسی رو محکوم به مرگ کنند. So this is, if we can read verses 63 to 65. متی باب 26 آیه 63 تا 65. اما عیسی همچنان خاموش ماند.
کاهن اعظم به او گفت: به خدای زنده سوگندت می‌دهم که به ما بگویی آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی پاسخ داد: تو خود چنین میگویی و به شما میگویم که از این پس پسر انسان را خواهید دید که به دست راست قدرت نشسته است، بر ابرهای آسمان میآید. آنگاه کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت: کفر گفت. دیگر چه نیاز به شاهد است؟ حال که کفر او را شنیدید، حکم شما چیست؟ آمین. So they have found something that they can have Jesus condemned to be killed. و با توجه به پاسخی که عیسی داد، اونها به اون مدرکی که به نظر خودشون میتونستن بهش استناد کنند که عیسی رو محکوم کنند رو پیدا کردند. Jesus is claiming that he is going to be sitting in heaven at the side of God. چون بر اساس اون چیزی که گفته اینطور استنباط میشه که عیسی داره ادعا میکنه که قراره در بهشت کنار خداوند بنشینه And that he is going to come back to the earth with the power of God. و قرار هست که با قدرت خداوند به زمین برگرده. And in fact, they've asked him, "Are you the Son of God?" And he said, "Yes, I am." و ازش پرسیدن که تو پسر خدا هستی و عیسی هم پاسخ داد که بله هستم. And so the high priest says that's enough. That's blasphemy. And the high priest does what the high priest had to do if he heard blasphemy, had to tears his clothes, and they take Jesus away to a proper trial. و بعد در واقع با این جوابی که عیسی داد، کاهن اعظم به اون چیزی که میخواست رسید و گفت که این کفر هست، کفر گفته و باید اون رو به در واقع دادگاه اصلی ببریم. So we're now in Matthew chapter 27. If you could read verse 1. متی باب 27 آیه 1. صبح زود همه سران کاهنان و مشایخ گرد آمده با هم شور کردند که عیسی را بکشند. آمین. Thank you. So they've taken Jesus on to the place where they did trials. There were three possible places. I picked the nearest one, and there they have assembled the court which is going to condemn Jesus to death. از بین سه تا مکانی که وجود داشته که میتونستن در واقع دادگاه رو اونجا برگزار کنن، نزدیکترینش رو انتخاب کردند و عیسی را به اونجا بردند که بتونن اون رو به مرگ در واقع محکوم کنند. So in well in verse 27, in verse 1 of 27, it says that very briefly that he goes to the Sanhedrin and they almost immediately condemn him. که در واقع اینطور اومده در آیه 1 که خیلی سریع همین اتفاق افتاد و در مدت زمان خیلی کوتاهی دادگاه تموم شد و اون رو محکوم به مرگ کردند. And then in verse 2, they take him away to the governor, who is a man called Pontius Pilate. و در آیه 2 اینطور اومده که بعد از اینکه محکومش کردن اون رو پیش What did you say the name is? Pontius Pilate, Pontius Pilatus. پانچس پیلاتس پیش اون فرد بردن. Um, پانچس and پیلاتس. it's a bit of a problem for them because the Romans said that the Jews couldn't punish someone by putting him to death. خب یه مشکل اونجا وجود داشت به خاطر اینکه رومی ها میگفتن که یهودی ها نمیتونن کسی رو با مرگ در واقع محکوم کنند. What they had to do was to get the Romans to confirm a death sentence. و باید یهودی ها رومی ها رو مجاب میکردن که رومی ها اون فرد رو به مرگ محکوم کنه. So there's a bit more detail in the Gospel of Mark now. که اطلاعات بیشتری از اون رو بخوایم در واقع در مرقس اطلاعات بیشتری در مورد اومده. So this is in Marcos chapter 15. And, well, sorry, yes. Marcus 15. I need a Yeah. few seconds to find it.
And oh, I've got the wrong verse written down here. Oh, slightly confusing. Um, So, which verses? yes, it chapter verse 1, Verse 1. 50 verse 1. بامدادان بیدرنگ سران کاهنان همراه با مشایخ و علمای دین و تمامی اعضای شورای یهود به مشورت نشستند و عیسی را دست بسته بردند و به پیلاطس تحویل دادند. آمین. And um, what happens now is that Pilate, well, they're trying to get Pilate to just say, "Oh, that's all right. You can, we can, you can do what the Jewish priests have said." و در واقع میخوان که پیلاتس رو که رومی هست رو قانعش کنند که اون هم با به مرگ در واقع حکم مرگ عیسی موافقت کنه. But Pilate isn't so certain. اما در واقع پیلاتس اونقدر مطمئن نیست نسبت به این قضیه. So Pilate thinks uh, that Jesus might be innocent, و فکر میکنه که عیسی ممکنه بیگناه باشه. and so Pilate is thinking about either releasing Jesus completely or having a Roman trial for him. و بعد فکر میکنه که دو گزینه وجود داره، یا اینکه عیسی رو کلا آزاد کنه و یا اینکه یک محاکمه رومی براش ترتیب ببینه. Um, the priests don't want that. They want to have Jesus killed as quickly as possible. و خب واضحا در واقع اون کاهنان این رو نمیخوان و میخوان که خیلی سریع عیسی به مرگ محکوم بشه. So there is a kind of argument between Pontius Pilate and the Jewish representatives. و در اینجا یک در واقع درگیری لفظی صورت میگیره بین پیلاتس که اون در واقع رومی بوده و در واقع نماینده یهودی ها. Pilate is saying, I don't want to have this man killed immediately. که پیلاتس میگه که من نمیخوام این مرگ رو به سرعت بکشم بدون اینکه محاکمه بشه. And the priests are saying, we want him killed now. و کاهنان میگن که نه، ما میخوایم که الان کشته بشه. And the priests have with them a crowd of people who were, a lot of them were around at the Sanhedrin court. و عده زیادی از افراد هم همراه این کاهنان اومده بودند که در اطراف همین در واقع دادگاه سنهرین که رفته بودن. So it would look to Pilate as though there was likely to be a riot and maybe something very serious if he doesn't have Jesus killed. و بعد با توجه به اون عده آدمای زیادی که در دور و بر اون در واقع مکان بودن، پایلت اینجوری فکر میکنه که اگر که به حرف کاهنا گوش نده ممکنه یک آشوب و شورش خیلی بزرگی اتفاق بیفته. Now, Pilate doesn't want a big riots in Jerusalem because his political position in Rome is a bit weak. و پایلت نمیخواد که یک شورش بزرگی در اورشلیم به وجود بیاد، چون که اون در واقع نماینده رومی ها در اورشلیم بوده که جایگاه خیلی قوی هم نداشته پیش رومی ها. But he thinks of a possibility. He thinks, well, at the Passover time, we often release a prisoner. و فکر میکنه که at the Passover. What do we mean at the Passover time? Is it a tradition? The time that this is happening is actually Oh, I the time see. of the Jewish feast of Passover. Yeah. On that feast, they would often find a prisoner and they would release him. I see, as a tradition. و پیلاتس پیش خودش اینطوری فکر میکنه که خب با توجه به اینکه الان در دوران پسوور هستن، عید فصح هستن، میتونن با توجه به اون یک زندانی رو آزاد کنند. So if we go to John chapter 18, you can see what he does.
یوحنا باب 18 آیه 39 اینطور میگه که That's it. اما شما را Did you say 39 and 40? Verses 39 and 40. I didn't say it, but those are the verses I want. اما شما را رسمی هست که در عید پسح یک زندانی را برایتان آزاد کنم. آیا می خواهید پادشاه یهود را آزاد کنم؟ آنها در پاسخ فریاد سر دادند او را نه بلکه بارباراس را آزاد کن که اما بارباراس راهزن بود. آمین. So they got another prisoner that the crowd shout for instead. یک زندانی همطور که خوندیم در واقع اینجا یک زندانی دیگه ای بوده که مردم خواهان آزادی او شدن. This is a man who has been violently stealing things from people. He's been holding them up and stealing things with violence. که خب یک راهزن و دوست بوده دیگه بارباراس. And the crowd that are outside are shouting, "Give us Barabbas, kill Jesus." و مردمی که بیرون جمع شده بودند فریاد می‌زدند که بارباراس را آزاد کنید و عیسی را بکشید. Um, so what happens next? Well, John chapter 19 and verses 1 to 1 to 6, if you could read that. یوحنا باب 19 آیه های 1 تا 6. آنگاه پیلاطس عیسی را گرفته دستور داد تازیانش زنند و سربازان تاجی را از خار یافته بر سرش نهادند و ردایی ارغوانی بر او پوشاندند و نزدش آمدند میگفتند درود بر تو ای پادشاه یهود و او را سیلی میزدند. پس پیلاطس دیگر بار بیرون آمد و به یهودیان گفت اینک او را نزد شما میآورم تا بدانید که من هیچ سببی برای محکوم کردن او نیافتم. پس عیسی تاج خار بر سر و ردای ارغوانی بر تن بیرون آمد. پیلاطس به آنها گفت اینک ای انسان. چون سران کاهنان و نگهبانان معبد او را دیدند فریاد برآورده گفتند بر صلیبش کن، بر صلیبش کن. پیلاطس به ایشان گفت شما خود او را ببرید و مصلوب کنید چون من سببی برای محکوم کردن او نیافتم. آمین. Right, thanks. So uh, Pilate doesn't want Jesus killed, uh, so he has him beaten instead. پایلت نمیخواسته که عیسی رو بکشه ولی در عوض گفته بود که اون رو کتک بزنن. And they don't just hit him very hard. They also make fun of him. They give him a crown, but it's made of thorns. So when they put it on his head, it will hurt. نگهبانان زندان اونو کتک زده بودن، بهش آسیب زده بودن، مسخرش کرده بودن و یک تاجی که از خار درست شده بود رو درست کرده بودند و برای در واقع به مسخره کردنش سرش گذاشته بودند. And then they bring him out to show him to the crowd, and he would look someone who had suffered quite badly. و بعد اونو بیرون میارن، مردم اونو میبینن و به وضوح مشخص بوده که رنج زیادی رو وقتی که توی زندان بوده در واقع تحمل کرده. And perhaps Pilate is thinking that the crowd might decide Jesus has suffered enough and they should release him. و پیلاطس احتمالا اونجا با خودش فکر میکرده که با دیدن این صحنه مردم نظرشون عوض شه و پیش خودشون فکر کنن که نه عیسی به اندازه کافی توی زندان که بوده در واقع آسیب دیده، در واقع شکنجه شده، پس ببخشیمش. ولی خب این اتفاق نمیافته. It doesn't work. The crowd still shout for Jesus to be killed. بله و همونطور که گفتم خب این اتفاق نمیافته و اون افرادی که جمع شده بودن همچنان داد میزنن که عیسی رو بکشید. And so Pilate allows them to have him killed. In fact, he uses all the Roman mechanism for crucifixion, and they go away and they kill him. و در نهایت هم پایلت اجازه این رو میده که عیسی به صلیب کشیده بشه. So Jesus is killed by everyone. He's killed by Jews and people who are not Jews. All of us are part of this killing of Jesus. پس در واقع میتونیم بگیم که همه افرادی که اونجا بودن چه یهودی بودن چه رومی سهمی در کشته شدن عیسی داشتند.
So let's move over to the Mark account now in Mark chapter 15. Marcus میخوایم بریم 15. یا مرقس باب 15 آیه های 20 تا 25. پس از آنکه استهزایش کردند خرقه ارغوانی او را از تنش به در آوردند و جامه خودش را بر او پوشاندند. سپس وی را بیرون بردند تا بر صلیبش کشند. آنها رهگذری شمعون نام از مردم قیروان را که پدر اسکندر و روفوس بود و از مزارع می آمد واداشتند تا صلیب عیسی را حمل کند. پس عیسی را به مکانی بردند به نام جلجتا که به معنی مکان جمجمه است. آنگاه به او شراب آمیخته با مر دادند، اما نپذیرفت. پس بر صلیبش کشیدند و جامه هایش را بین خود تقسیم کرده برای تعیین سهم هر یک قرعه انداختند. ساعت سوم از روز بود که او را بر صلیب کردند. بر تقصیرنامه او نوشته شد: پادشاه یهود. دو راهزن نیز با وی بر صلیب کشیدند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ. آمین. So they go off to the place where they're going to kill him. پس همه با هم به سمت اون مکانی میرن که قرار هست که عیسی رو اونجا بکشند. And by this time, Jesus is already weak. He's been badly beaten already. و همونطور که گفتیم در این در واقع زمان عیسی زخمی هست، شکنجه شده و از نظر فیزیکی خیلی ضعیف هست. So he starts off carrying a cross, but he can't keep on carrying it, and they find someone and make him carry it for Jesus. و در واقع اینطور رسم بوده که خود اون فرد باید صلیب رو با خودش بکشه، ولی خب عیسی چون که خیلی ضعیف بود نمیتونست این کار بکنه و یک فرد دیگه ای رو به نام شمعون رو در واقع گرفتن و ازش خواستن که اون صلیب رو برای عیسی حمل کنه. This man is called Simon, and he comes from Cyrene, which is in North Africa. که حالا سایمن انگلیسیش از توی فارسی شمعون بهش میگیم که از در واقع اسم پدرش اسکندر بوده و از اهل قیروان و آفریقا. Yeah. Now, the interesting thing there is that we know the names of two of his sons, و جالبه که اسم دو تا از پسرای شمعون رو هم میدونیم. and it's interesting to think why that's written into the gospel. و ممکنه که فکر کنیم که چرا اصلا اسم دو تا پسرای اون توی در واقع انجیل نوشته شده. And I think the answer must be that the people who first read the gospel would have known who these were. و احتمالاً به خاطر این بوده که حالا آدمایی که اون زمان ممکن بوده که کتاب رو بخونن اون افراد رو بشناسن. ولی خب ما الان نمیشناسیم، ولی خب افرادی که اون زمان بودن میشناختن، به خاطر همین اسمشون گفته شده. What Mark is saying is if you want to find out whether what I'm telling you is true or not, there's someone you can ask. نه. و در واقع مرقس اینجوری با آوردن اسم این دوتا آدم یه جورایی داره به ما میگه که، یعنی به آدمایی که اون زمان بودن میگه که اگه حرف منو باور ندارین برین از این دوتا آدم بپرسید که آیا پدرشون این کار کرده یا نه، در واقع صلیب رو برای عیسی بالا برده یا نه. And there must have been several people called Shamun who came from North Africa, but this is you get the right one. It's the one who has these two sons. و حالا ممکنه اون زمان آدمای زیادی بودن که اسمشون شمعون بوده، ولی اینجا داره دقیقا آدرسشون میده که این شمعونی هست که اهل قیروان توی شمال آفریقا هست و دو تا پسر به این اسم ها داره. Anyway, the place where Jesus is crucified is called Golgotha. اسم مکانی که در اون عیسی به صلیب کشیده شده، حالا توی انگلیسی گالگاتا، توی فارسی جلجتا ترجمه شده. So that's it's the place of a skull, and people have speculated on where it might be. که بهش در واقع مکان جمجمه گفته میشه. Is that because they left like skulls there? Well, What? that there are two places in Jerusalem where the rocks look like a skull. Oh, so they're not real skulls.
Not really a skull, no, I don't think so. Although if they were killing a lot of people there, I'm sure there would be skulls around. مرسی. که اون مکان درسته که اسمش مکان جمجمه است، اما به این معنی نیست که جمجمه افراد اونجا رها میکردن. سنگ هایی اونجا بوده که شبیه جمجمه بوده، به خاطر همین به این اسم خونده میشده. Um, and that's where they kill Jesus along with two other people. و در اونجا بود که عیسی به همراه دو فرد دیگه به صلیب کشیده میشن. But we read in verse 25 that this is the third hour. و همونطور که الان خوندیم اینطور اومده که در ساعت سوم از روز بود که عیسی رو بر صلیب کردند. There's a clock showing 24 hours in the day. اگر به این تصویر نگاه کنیم، این ساعتی بوده که اون موقع در واقع مرسوم بوده که 24 ساعت روز رو نشون میده. And working out the timing is quite difficult که در واقع سر در آوردن ازش یه ذره مشکل هست. because we start our days at midnight, چون برای ما روز در واقع از 12 شب به بعد، مثلا میگیم 1 صبح، وقتی که هنوز شب هست. but the Jewish people at the time started their days at sunset. م. اما یهودی های اون زمان روزشون رو با غروب خورشید آغاز میکردن. It's only a few days after Nowruz, so sunset will be almost exactly 6 o'clock in the evening. و در واقع اینطور میشه حد زد که غروب خورشید و حوالی حدود ساعت 6 بعد از ظهر بوده باشه. So there we are in on the diagram. We've got the start of the day in the evening. پس اگه سمت چپ رو نگاه کنید که نوشته آغاز روز یهودیان که با ساعت 6 بعد از ظهر شروع میشه. Then Jesus eats the Last Supper with his disciples. و بعد بالاترش میبینیم نوشته شام آخر. پس انتظار میره که بین ساعت 6 تا ساعت 12 شب شام آخر خورده شده باشه. And he goes to Gethsemane. فراموش کردم ولی میدونم عیدیه که و بعد نمادش خرگوشه و شکلات. بعد خندید گفت خرگوش، گفت میدونم کاملا چیه ولی یادم آقای رفت. فرید لطفا میوت کنید صداتون رو. و بعد شام آخر انتظار میره که ساعت 12 تموم شده باشه. Right. So he goes to Gethsemane and he prays in Gethsemane for a while. و اونجایی که در واقع بعد میرسیم به What do you mean by Semeni? Gethsemane, it's the name of the garden. The God, yeah, Gethsemane. و بعد از 12 شب همونطور که گفتیم قدم زنان به سمت باغ جتسمانی میرن. Then he's arrested and he's with the priests until the morning. و بعد حدودای مثلا ساعت 2 نصف شب به زمان ما دستگیر میشه و بعد به خونه در واقع کاهن اعظم برده میشه. And then as soon as it's daylight, they take him to the court and they condemn him to death immediately. و بعد به محض اینکه حدودای ساعت 6 صبح میشه و در واقع روز ما شروع میشه، وقتی هست که اون رو به در واقع محاکمه میکنند. Takes a bit longer for them to convince Pilate to have him put to death. پس همطور که می‌بینید یک زمان خیلی کوتاه، کمتر از 12 ساعت تمام این اتفاق افتاد و به خاطر همین بود که پیلاتس اون حاکم در واقع یا قاضی رومی اولش نمیتونست قبول کنه که حکم مرگ عیسی رو بده. Pilate tries various things to slow down or stop the killing. He sends Jesus to Herod, for example. و پیلاتس تمام سعی خودش رو میکنه که از این قضیه جلوگیری کنه، حکم مرگ عیسی رو صادر نکنه. مثلا سعی میکنه اون پیش هرود بفرسته، ولی خب هیچ کدوم اینو جواب نمیده. But at the third hour, Jesus is on the cross. The crucifixion starts. و بعد همونطوری گفته در ساعت سوم دیگه عیسی به صلیب کشیده میشه. So that's the third hour after sunrise. So it's 9 o'clock in the morning.
پس میشه در واقع اینجور پیش بینی کرد که ساعت 9 صبح این اتفاق افتاده. And Jesus is then on the cross for 6 hours. و بعد عیسی برای 6 ساعت هم روی در واقع صلیب باقی میمونه. So let's read Mark chapter 15 verse 33. مرقس باب 15 آیه 33 تا 37. از ساعت ششم تا نهم، یعنی از ساعت 12 ظهر تا 3 بعد از ظهر، تاریکی تمامی آن سرزمین را فرا گرفت. در ساعت نهم عیسی با صدای بلند فریاد برآورد: ایلوی ایلوی لما سبقتی، یعنی ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟ برخی از حاضران چون این را شنیدند گفتند: گوش دهید، ایلیا را میخواند. پس شخصی پیش دوید و اسفنجی را از شراب ترشیده پر کرد و بر سر چوبی نهاده پیش دهان عیسی برد تا بنوشد و او گفت: او را به حال خود واگذارید تا ببینم آیا ایلیا می آید و او را از صلیب پایین می آورد یا نه. پس عیسی به بانگ بلند فریادی برآورد و دم آخر را برکشید. آمین. Okay. So there's 3 hours when it's dark. پس اینجا در واقع به 3 ساعتی رسیدیم که هوا دیگه تاریک شده We don't know what caused that darkness. و نمیدونیم که چی باعث شد که در واقع، چون 9 صبح بوده ولی خب میگن که هوا تاریک شده و نمیدونیم چرا. But there were two Roman astronomers who wrote about it. و در واقع 2 ستاره شناس رومی هم بودن که در مورد این اتفاق نوشتن. And they didn't give a very good explanation as to why it happened either, but at least they wrote down that it had happened. اونها نتونستن هیچ توجیهی برای این اتفاق که چرا در روز هوا تاریک شد بعد مدت 3 ساعت رو در واقع بیان کنن، اما حداقل به این مورد در تاریخ اشاره کردن. So there's a man called Thales and a man called Phlegon, and they both wrote accounts of this darkness. و این 2 در واقع ستاره شناس تالس و فلگون به این در واقع حادثه تاریخی اشاره کردند. And then shortly after the ninth hour, after 3 o'clock in the afternoon, Jesus dies. و بعد ساعت 3 بعد از ظهر عیسی میمیره. Now, the Jewish authorities didn't want Jesus's body to be out there by the start of the Sabbath day. در واقع اون افراد یهودی یا فرماندهان یهودی که اونجا بودن نمیخواستن که برای روز بعد که همچنان توی ایام عید بوده جنازه عیسی رو اونجا داشته باشن. So everybody wants to have Jesus buried by the time the sun goes down. و خیلی عجله دارن که قبل از غروب خورشید دفنش کنند. And in fact, what happens is a man called Joseph of Arimathea goes to get the body of Jesus. و بعد از فردی به نام جوزف اهل ارامتیا میخوان که بره و بدن عیسی رو از صلیب پایین بکشه. So this is in Mark 15 verses 42 to 48. که این روایت در مرقس باب 15 آیه 42 به بعد اومده. 47 actually, isn't it 48? آیه 42 تا 47. در آن روز، روز تهیه، یعنی روز پیش از شبات، پس هنگام غروب خورشید، یوسف نامی از مردم رامه که عضوی محترم از شورای یهود بود و انتظار پادشاهی خدا را میکشید، شجاعانه نزد پیلاتس رفت و جسد عیسی را طلب کرد. پیلاتس که باور نمی‌کرد عیسی بدین زودی درگذشته باشد، فرمانده سربازان را فراخواند تا ببیند عیسی جان سپرده است یا نه. چون دریافت که چنین است، جسد عیسی را به یوسف داد. یوسف نیز پارچه کتانی خرید و جسد را از صلیب پایین آورده و در کتان پیچید و در مقبره‌ای که در صخره‌ای تراشیده شده بود نهاد. سپس سنگی جلوی دهانه مقبره غلتانید. مریم مجدلیه و مریم مادر یوشع دیدند که عیسی کجا گذاشته شد. آمین. Right, so it's not it takes quite a long time for them to bury Jesus.
پس یک تایم نسبتا طولانی طول میکشه تا عیسی دفن بشه. So Joseph has a tomb already, but he doesn't have any grave clothes. He has to go out and buy a cloth to bury Jesus in. یوسف در واقع اون مکانی که این قبری که میخواسته عیسی رو توش دفن کنه آماده داشته، اما مجبور بوده بره در واقع اون پارچه‌ای که میخواسته رو بخره. And و Pilate, yeah, Pontius Pilate has to make sure that Jesus is dead. Has sent somebody to find out whether Jesus is dead or not. پیلاتس هم باید مطمئن میشده که یک کسی رو بفرسته چک کنن که عیسی مرده یا نه و بعد اجازه این کار رو بده. پس به خاطر همین باید مقداری طول کشید تا این اتفاق بیفته. But they managed to do all that, and Jesus is buried before the sun goes down. اما با این وجود تونستن تا قبل از غروب خورشید عیسی رو پایین بیارن. And two of the women see where Jesus is buried. They watch the burial. و دو تا از خانم ها که اسمشون رو گفتیم شاهد این بودن که عیسی کجا دفن شد. So it's 24 hours, one day, and we start off with the Last Supper and end up with the burial of Jesus, all in that same day. و همطور که الان اگه عکس رو نگاه کنید کاملا مشخص است که تمام این اتفاقات در یک 24 ساعت افتاد، از ساعت 6 بعد از ظهر که آغاز روز یهودیان بود تا باز هم همون موقع قبل از اینکه در واقع هوا شروع کنه به تاریک شدن که عیسی دفن شده بود. So if you look at the whole time scaling, including the days before and after, you've got one day where Jesus is killed. پس اگه به عکس بعدی به تایملاین بعدی نگاه کنیم می‌بینیم که پنجشنبه رو داریم که شام آخر اتفاق افتاد و بعد جمعه که عیسی به صلیب کشیده شد. And the next day is the Saturday, شنبه. و روز بعدش شنبه هست که روز سبت. This is a special day because not only is it the Jewish Sabbath, but it's also the feast of the Passover. که در واقع اون شنبه روز خاصی بوده علاوه بر این که روز سبت هست برای یهودی ها. در واقع عید پسوور، عید فسح هم اون روز شنبه اتفاق می افتاده. And so the disciples can't do anything. They just have to stay indoors throughout that day. و یاران موسی هیچ کار خاصی نمیتونستن اونجا بکنن، مجبور بودن که داخل خونه هاشون بمونن. But when the evening comes, the ladies go out and they buy spices to put on the body. ولی وقتی که غروب میشه دو تا خانم میرن بیرون با خودشون یک سری ادویه، حالا احتمالاً اون زمان مرسوم بوده، با خودشون میبرن که روی بدن عیسی بذارن. And sometime just before the Sabbath starts, the priests persuade Pontius Pilate to put a guard of soldiers on the grave. قبل از اینکه در واقع قبل از شنبه، قبل از سبت، قبل از روز سبت، یک سری از در واقع افراد به پیلاتس این در واقع پیشنهاد رو میدن که یک سری نگهبان جلوی مکانی که عیسی دفن شده بگذارن. And then early in the morning, the women go to the tomb. به خاطر همین صبح خیلی زود خانوما میرن به در واقع اون مکانی که عیسی دفن شده بود. So can we read Mark chapter 16, verses 1 to 7? مرقس باب 16 آیه های 1 تا 7. چون روز شبات گذشت، مریم مجدلیه، سالومه و مریم مادر یعقوب حنوط خریدند تا بروند و بدن عیسی را تدفین کنند. پس در نخستین روز هفته سحرگاهان هنگام طلوع آفتاب به سوی مقبره روانه شدند. آنها به یکدیگر میگفتند چه کسی سنگ را برای ما از جلوی مقبره خواهد غلطانید؟ اما چون نگریستند دیدند آن سنگ که بسیار بزرگ بود از جلوی مقبره به کناری غلطانیده شده بود. چون وارد مقبره شدند جوانی را دیدند که بر سمت راست نشسته بود و ردایی سفید بر تن داشت. از دیدن او هراسان شدند. جوان به ایشان گفت نترسید،
شما در جستجوی عیسی ناصری هستید که بر صلیب کشیدند. او برخاسته است، اینجا نیست. جایی که پیکر او را نهاده بودند بنگرید. حال بروید و به شاگردان او و به پتروس بگویید که او پیش از شما به جلیل می رود و آنجا او را خواهید دید، چنان که پیشتر به شما گفته بود. آمین. So uh, the accounts of the women going to the tomb are slightly different from one another. روایت هایی که در مورد رفتن زنها به قبر وجود داره یک مقدار با هم متفاوت هست. And this is, I think, because there were many different women involved. و احتمالش میره که به خاطر این هست که خانم های در واقع چند خانم بودن که تو این قضیه شرکت داشتند. And they all start off from different places. و همشون از جاهای متفاوتی به سمت محل دفن حرکت کردند. So we've got this is the men disciples that where the blue circles are. اون دایره های آبی که روی نقشه میبینین در واقع همراهان آقای عیسی هستن. این واقع So we've got Thomas out, yeah, we've got Thomas outside Jerusalem. سمت راست اونجا که نمیشه بیت انیا جایی هست که توماس اونجا بوده. John and Peter are in a house somewhere in Jerusalem where John's family would stay when they visited Jerusalem. پتروس و یوحنا احتمالاً توی اون در قسمت شمالی بودن که خونه‌ای بوده که یوحنا داشته وقتی که به اورشلیم می اومده برای بیزنسش. Yeah. Judas is dead. یهودا هم که مرده. And there is 8 other disciples are staying in the house of the upper room. و 8 در واقع همراه دیگه عیسی هم داخل خونه های خودشون موندن. And the tomb of Jesus is somewhere near where he was executed. و محلی که عیسی هم دفن شده یک جای نزدیک به اون مکانی بوده که به صلیب کشیده شده. So then the women, they are in some other places as well. و در واقع خانم هایی که به اونجا میرن هم از جاهای مختلفی به سمت محل دفن حرکت کردند. So Mary Magdalene and a lady called Salome are with John and Peter. مریم مجدلیه و سالومه پیش در واقع یوحنا و پتروس بودند. There's a woman called Joanna who appears in the Gospel of Luke, and she is in the palace of Herod. یه خانم دیگه به نام جوانا در قصر هرود بوده. She was the wife of Herod's chief servant. که همسر در واقع یکی از مسئولین هرود بوده. And then we know that there's at least one other Mary who is staying somewhere else in Jerusalem. و یک خانم دیگه که اسم اون هم مری بوده، مریم بوده در واقع که توی اورشلیم بوده، ولی نمیدونیم دقیقا از کجا به سمت محل دفن حرکت کرده. Mariam was a very popular name at the time. Lots of ladies were called Mariam. Yeah, that's right. و مریم مری یا همون مریم هم یه اسمی بوده که اون موقع خیلی در واقع آدمای زیادی این اسم داشتن. Anyway, the women start off at different times and they meet together somewhere in Jerusalem. پس همطور گفتیم این خانوم ها از جاهای مختلفی در شهر حرکت میکنن ولی در یک جای واحدی که محل دفن عیسی بوده همدیگر رو میبینن. And then they travel together to where the tomb of Jesus is. و با هم به سمت محل دفن حرکت میکنن. But when they get there, it's been opened up. و وقتی رسیدن اونجا همطور که خوندیم دیدن که مقبره باز شده. And the body of Jesus is not in it. و بدن عیسی اونجا نیست. And Mary Magdalene immediately runs off to tell John and Peter. و مریم مجدلیه سریع بیرون میدوه تا به یوحنا و پتروس بگه اینو. But the other women go into the tomb and there they meet an angel. Well, several angels.
و خانمای دیگه به داخل مقبره میرن و در واقع اون فرشته‌ای که اونجا بوده رو میبینن. So they meet two angels. One of them talks to the women. That's the one we read about in Mark. و در واقع دو تا فرشته اونجا بودن که یکیشون با خانوما صحبت میکنه و همون چیزی که توی این در واقع آیه ها الان خوندیم رو بهشون میگه. And then they go off in different directions and do different things. و بعد از اون اتفاق خانم ها هر کدومشون به یک مکان متفاوتی میرن و کارهای متفاوتی میکنن. So some of them just go home and hide. بعضیاشون میرن خونه و پنهان میشن. Some of them go off to tell the other disciples. بعضیاشون میرن تا به در واقع افراد دیگه خبر بدن. So what happens next? Well, this is in the Gospel of John now. اتفاق بعدی که میخوایم راجبش بخونیم در یوحنا اومده. So it's John chapter 20. یوحنا باب 20. If you could read verses 1 and 2 first of all. آیه 1 و 2. در نخستین روز هفته سحرگاهان هنگامی که هوا هنوز تاریک بود مریم مجدلیه به مقبره آمد و دید که سنگ از برابر آن برداشته شده است. پس دوان دوان نزد شمعون و پتروس و آن شاگرد دیگر که عیسی دوستش می داشت رفت و به آنان گفت سرورمان را از مقبره بردند و نمیدانیم کجا گذاشتند. آمین. So it initially it reads as though it's just Mary Magdalene on her own. در ابتدا اینجوری به نظر میرسه که خب مریم مجدلیه تنهاست. But what she says is, we do not know where they have taken the body of Jesus. ولی بعد در انتها میگه که اما ما نمیدونیم که بدن در واقع عیسی رو کجا گذاشتن و این ما نشون میده که تنها نبوده. So when she says we do not know, that means there must have been other people with her. پس همطور گفتم استفادهش از ضمیر وی یعنی ما نشون میده که تنها اونجا نه. Anyway, Peter and John run to the tomb and they find it's empty as well. پتروس و یوحنا به سمت مقبره میدوند و میبینن که بله همطور که مریم گفته بدن عیسی اونجا نیست. And then they go away and I think John finds the other disciples. و بعد خب از مقبره بیرون میان و میرن تا با باقی در واقع حواریون صحبت کنند. Maryam stays behind at the tomb. اما مریم مجدلیه توی مقبره باقی میمونه. So let's read what happens then. This is in John chapter 20 in verses 11 to 17. یوحنا باب 20. پس پتروس همراه با آن شاگرد دیگر بیرون آمده و به سوی مقبره روان شدند و هر دو با هم می‌دویدند. اما آن شاگرد دیگر تندتر رفته از پتروس پیش افتاده و نخست به مقبره رسید. پس خم شد، نگریست و دید که پارچه های کفن در آنجا هست، اما درون مقبره نرفت. شمعون پتروس نیز از پی او آمد و درون مقبره رفت و دید که پارچه های کفن در آنجا هست، اما دستمالی که گرد سر عیسی بسته بودند نه در کنار پارچه های کفن بلکه جداگانه تا شده بود و در جای دیگر گذاشته شده بود. پس آن شاگرد دیگر نیز که نخست به مقبره رسیده بود به درون آمد و دید و ایمان آورد، زیرا هنوز کتاب مقدس را درک نکرده بود که او باید از مردگان برخیزد. آنگاه آن دو شاگرد به خانه خود بازگشتند. اما مریم I think I should have read. Yes, you should have read the other bit. That was John and 11. Peter. Yeah, but, yeah. But never mind. So, shall I read the part about Mariam? I think Mary Magdalene is the bit I was hoping for. Yeah, that's yeah. Sorry. 17. و اما مریم بیرون نزدیک مقبره ایستاده بود و میگریست. او گریان خم شد تا به درون مقبره بنگرد. آنگاه دو فرشته را دید که جامه های سفید بر تن داشتند و آنجا که پیکر عیسی نهاده شده بود، یکی در جای سر و دیگری در جای پاهای او نشسته بود. آنها به او گفتند ای زن چرا گریانی؟ او
پاسخ داد سرورم را بردند و نمیدانم کجا گذاشتند. چون این را گفت برگشت و عیسی را آنجا ایستاده دید اما نشناخت. عیسی به او گفت ای زن چرا گریانی؟ که را میجویی؟ مریم به گمان اینکه باغبان است گفت سرورم اگر تو او را برداشته ای به من بگو کجا گذاشته ای تا بروم و او را برگیرم. عیسی صدا زد مریم. مریم روی به جانب او گرداند و به زبان عبرانیان گفت ربونی یعنی استاد. عیسی به او گفت بر من نیاویز زیرا هنوز نزد پدر صعود نکردم بلکه نزد برادرانم برو و به آنها بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما صعود میکنم. آمین. So this is the first time that anyone sees Jesus alive after he's been raised from the dead. و این اتفاقی که افتاد اولین باری هست که یک فرد عیسی رو بعد از اینکه به صلیب کشیده شده بود دید. And it's a woman who doesn't appear very much in the Gospels before this day. و زنی هست که تا قبل از این روز خیلی در موردش در واقع انجیل توضیحی داده نشده. She traveled round a bit with Jesus in Galilee, but he's only mentioned once by name. قبلا با عیسی در واقع جلیلی مسافرت کرده بود ولی اسمی ازش تا به اون موقع برده نشده بود. She saw the crucifixion and she saw them where they buried Jesus. اما خب شاهد به صلیب کشیده شدنش و دفن شدنش بود. But apart from that, we know very little about her. اما به جز اون ما خیلی اطلاعات زیاد دیگه‌ای در موردش نداریم. But she is the first person to see Jesus who's risen from the dead. ولی اولین آدمی هست که عیسی رو بعد از اینکه از مرگ برخاست دید. Anyway, there are several other occasions on the day where Jesus is met by disciples. روایت های دیگه هم وجود داره که در واقع اتفاقات دیگه در همون روز عیسی توسط حواریونش دیده شد. Right, there's an important one on the road to a village called Emmaus. و مهمترینش یک جایی بود که یک در واقع مسیری که یک جاده‌ای که به سمت روستایی به نام امس میرفت. We're running out of time, so I'm not going to say anything about that. چون وقت نداریم راجع به اون صحبت نمی‌کنیم. And then when the two come back from Emmaus to tell everyone they've met Jesus, they all get together in the upper room. و وقتی که اون دو نفر که عیسی رو حالا توی اون جاده که به اون روستا هم ختم می شده دیدن وقتی که برمیگردن پیش باقی حواریون و در مورد اون اتفاق بهش میگن. And this is in Luke chapter 24. لوقا 24. And if we just read verses 36 to 44. 36 to 44. 36. بله. لوقا باب 24 آیه های 36 تا 44. هنوز در این باره گفتگو می‌کردند که عیسی خود را در میانشان ایستاد و گفت سلام بر شما باد. حیران و ترسان پنداشتند که شبحی می‌بینند. عیسی به آنان گفت چرا این چنین مضطربید و چرا شک و تردید به دل راه می‌دهید؟ دست و پایم را بنگرید، خودم هستم. شبح گوشت و استخوان ندارد اما می‌بینید من دارم. این را گفت و دست و پاهای خودش را به ایشان نشان داد. آنها از فرط شادی و حیرت نمی‌توانستند باور کنند. پس به ایشان گفت چیزی برای خوردن دارید؟ آنگاه تکه‌ای ماهی بریان به او دادند. او آن را گرفت و در حضورشان خورد. سپس به ایشان گفت این همان است که وقتی با شما بودم میگفتم هر آنچه در تورات موسی و انبیا و مزامیر درباره من نوشته شده است باید به حقیقت بپیوندد. سپس ذهن ایشان را گشود تا بتوانند کتاب‌های مقدس را درک کنند و فرمود آگاه باشید مسیح باید رنج بکشد و در روز سوم از مردگان برخیزد و در نام او توبه و آمرزش گناهان به همه اقوام بشارت داده شود و موعظه این کار باید از اورشلیم آغاز گردد. شما شاهد تمام اینها هستید. من موعود پدرم را برای شما میفرستم. پس در شهر بمانید تا نیرویی که از بالا به شما عطا خواهد شد بر شما نازل شود. آمین.
So that must be right at the end of the day, in other words, nearly sunset. این اتفاق احتمالش میره که در واقع نزدیکی های غروب افتاده باشه. So that's the day on which Jesus was raised from the dead. و روزی هست که عیسی از مرگ برخاست. And there's the diagram that you've already seen with the 10 lessons. و در واقع اگر به تصویر نگاه کنید این شکلی هست که میتونیم راجبش صحبت کنیم. Jesus teaches the disciples for not every day, but for many days in over a period of 40 days. که قبل از اینکه در واقع توی این 40 روز عیسی درس های زیادی رو به همراهانش میده. Then he ascends to heaven and he doesn't come back to teach the disciples anymore. و بعد به بهشت در واقع عروج میکنه، صعود میکنه و دیگه نمیتونه بهشون درسی بده. But 9 days later, the disciples are out in the streets proclaiming the gospel to anyone who will listen to it. بعد از اینکه عروج اتفاق میفته در 9 روز بعد از اون حواریون عیسی شاگردانش به خیابون ها میرن و سعی میکنن تعالیم عیسی رو به مردم آموزش بدن. So, thank you everybody for listening. ممنون از همه